سرخط مهمترین خبرها: رادیوی آزادی بعضی جزئیات کشتار در ناحیه رودکی را معلوم کرد. واکنش بانک ملی در فروش دلار یگان محدودیت نو جاری نشده است و درخواست ادیب تاجیک از پرزیدنت بگذارید به وطن برگردم. سلام بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 17 سپتامبر سال 2025 است. رادیوی آزادی بعضی جزئیات نو کشتار اعضای یک خانواده در ناحیه رودکی را پیدا کرد. شهلا نظروی 45 ساله ساکن دهه دریاآباد شب 5 سپتامبر همراه با پسر و دو دخترش کشته شد. مقامات از بازداشت دو گمانبر در این حادثه خبر دادند. جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که سیف الله گمانبر اساسی همسایه شهلا نظرو بود. گمانبر دیگر با نام نعمان خواننده صنف 10 بوده است. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی دو گمانبر دیگر هم بازداشت شدند. مقامات این خبر را تصدیق نکردند. سیف الله گمانبر اساسی در این پرونده 32 سال داشته قبلا برای دزدی زندانی شده است. وی تکثیرانی میکرده است ولی اخیراً بیکار و هم از بانک قرضدار بوده است. به گفته همسایه ها سیف الله شب حادثه با بهانه پنهان کردن نورس دیگر از سرباز شکار یا ابله به منزل شهلا نظرو در آمده بعداً با شیوه وحشیانه این زن و 3 فرزندش را به قتل رسانده است. نظر شوهر زن و نزدیکان گمانبران به حادثه معلوم نیست. رادیوی آزادی از صحبت با همسایه ها و منابع خود روشن کرد که قتل مادر و 3 فرزندش چگونه رخ داد و جنایتکاران را چگونه پیدا کردند. تفصیلات پوره امروز در برنامه اخبار آزادی و سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org نشر می شود. بانک ملی تاجیکستان در واکنش به یک گزارش رادیوی آزادی گفته است در کشور برای فروش دلار آمریکایی یگان محدودیت یا طلبات نو جاری کردن نشده است. در ماه‌های اخیر قرب دلار در تاجیکستان پایان رفت، اما پیدا کردن این نماد اسعار خارجی به گفته ساکنان در بانک‌ها خیلی مشکل است. بانک‌های تجارتی یا دلار ندارند و یا با محدودیت تنها تا 500 دلار می‌فروشند. بانک ملی تاجیکستان در واکنش به این گزارش نوشته است طلبات تشکیلات‌های قرضه مالیوی در اساس درخواست‌های پیشنهاد کرده و سر وقت خانه گردانده می شود، اما بانک ملی در این باره یگان آمار نآورده است و معلوم نیست که طلبات روزانه بانک و تشکیلات های قرضه کشور به دلار چقدر است. بانک ملی همچنین به آوردن رقم های مشخص تنها گفته است در ماه های ینور آگوست امسال اسعار نقدی برای اهالی جدا شده نظر به سال گذشته زیاد می باشد. در واکنش بانک ملی همچنین آمده است که کمچینی اسعار خارجی در بانک ها تنها در حالت های استثنایی از قبیل به اتمام رسیدن اسعار نقدی جدا شده در خزینه و سر وقت نرسیدن اسعار می تواند به وجود آید، ولی حالت مذکور وضعیت بازار را پوره انعکاس نمی کند. بعضی از صاحبکاران به رادیوی آزادی گفتند قبل از آن که دلار بگیرند باید سند صاحبکاریشان را پیشنهاد کنند و بعد از این به دلار دسترسی پیدا می کنند. بانک ملی نیز این حالت را تصدیق کرده گفته است که در حالت یک دفعه عوض کردن اسعار در حجم از 350 تا 1750 نشان دهنده برای حساب ها، بانک ها وظیفه دارند که شخصیت مشتری را انیق کنند. بانک ملی تاجیکستان گفته است که ساکنان می توانند هنگام سفر، پرداخت مبلغ تحصیل در خارج و یا تبابت از بانک ها کارت های ویزا، یونیون پی و مسترکارد دسترس کرده سامانه را به آن وارد کنند و آن اتوماتیک با اسعار خارجی عوض کرده می شود. بینندگان عزیز، آیا پیدا کردن دلار در بانک‌های تجارتی تاجیکستان آسان است؟ لطفاً نظرتان را در زیر برنامه نویسید. شهاب‌الدین شجاع، یک ادیب تاجیک و سابق مدیر چاپخانه دوشتیج، در یک مراجعتش به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان خواسته است به پرونده او دخالت کرده بگذارند از اروپا به وطن برگردد. شهاب‌الدین شجاع از آن نگران است که در تاجیکستان او را در تندکرای گمانبر می‌دانند و در صورت بازگشتش به او حبس و زندان تهدید می‌کند. این ادیب 64 ساله عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان میگوید سخت بیمار است و بعد مرگ همسرش در غربت حالش خوب نیست و میخواهد به تاجیکستان برگشته زندگی آسوده داشته باشد. شهاب‌الدین شجاع در نامه خود به عنوان پرزیدنت تاجیکستان گفته است که 3 سال قبل کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با ماده 307 کدکس جنایی یعنی تندگرایی نسبتی و پرونده باز کرد و این چیز مانع برگشتنش به وطن شده است. شهاب‌الدین شجاع به رادیوی آزادی گفت از شرایط تنگ و کار سیاه و تنهایی در لهستان دلگیر و بیمار شده است. وی افزود درخواستش را به عنوان پرزیدنت تاجیکستان توسط سامانه رئیس جمهور فرستاده است و منتظر پاسخ می باشد.
می‌شود. شهاب‌الدین شجاع از سال 2003 تا سال 2016 مدیر نشریات دیوشتیش و بخارا بود. در تاجیکستان چند حالتی برای نشر کتاب و ابراز اندیشه به زندان رفتن ادیبان و ناشران جای داشته است. سال 2023 پرونده پرسر و صدای حبس و بعداً به مهلت طولانی زندانی شدن مؤلفان و ناشران کتاب حوادث روزگار من عبدالخلیل خالقزاده، عبدالقادر رستم و مدیر چاپخانه ارگراف سهراب رجبزاده جامعه را تکان داد. هوش مصنوعی که حالا در تاجیکستان هم فراوان استفاده می شود زندگی معمولی را تغییر می دهد. حالا ترس هم زیاد می شود که با پیشرفت بیشتر هوش مصنوعی ممکن است بعضی کارها از بین رود و یا بیکاری زیاد شود، اما نه همه به این باور هستند و میگویند که هوش مصنوعی می تواند جایهای کاری دیگری برای مردم پیدا کند. نمونه های استفاده از هوش مصنوعی در گزارش همکاران ما از تلویزیون نستعش وریم که آن را همکارم طاهر سفر تقدیم می کند. ما این پلنگ برفی را گرفتیم که در اتوبوس در قرقیزستان نشسته است. ساختمانی را نشان می‌دهد و سپس رپ می‌خواند. اسکار حسینعلیف طراح قرقیز یک سال پیش به آزمایش در هوش مصنوعی شروع کرد. با استفاده از آن تصویرهای غیر عادی می‌آفرد. یکی از طرح‌های نوش رکلام یک شرکت ساختمانی قرقیزستان است. شرکت هم از این پیام بازرگانی به وجد آمده است. اسکار حسینعلیف اعتراف می‌کند که به هوش مصنوعی آفریدن این تصویرها به او میسر نمی‌شد، هم زیبا هم آسان و ارزان. ولی میگوید اسکار هوش مصنوعی کاری او را کردن نمی‌تواند، فقط ابزار است که به طراح مدد می‌رساند. پیش بسیاری از طراحان می‌ترسیدند که هوش مصنوعی کاری آنها را می‌گیرد و غیره، ولی هوش مصنوعی فقط عبارت از رقم هاست، 0 1 و غیره. یعنی برای آفریدن رکلام ایده و احساس لازم است. در گذشته برای ساختن یک ویدیو یک گروه طراحان و وقت و پول زیاد لازم بود. حالا همه کار را یک نفر می‌کند. این حاصل کاری الکسی کلیموف نقاش و طراح است که با کمک هوش مصنوعی ساخته است. سلام، من از سرعت پیشرفت حیرت زده‌ام. از این تصویرها کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز حیرت زده شدند. الکسی با استفاده از هوش مصنوعی ویدیو و تصویرهای تازه می‌آفرد و در صفحه‌اش می‌گذارد. نتیجه‌اش هم شگفت‌انگیز است. آنچه که چند وقت پیش امکان ناپذیر بود، حالا یک چیزی روزمره شده است. من می‌دانستم که ما در 1-2 سال به اینجا می‌رسیم. سرعت پیشرفت بسیار تیز است. من یک عکس را در کامپیوتر تا 5 سال پیش در 1 ساعت به وجود می‌آوردم و چندان خوب نبود. حالا تصویرها را در چند ثانیه می‌آفریم. الکسی میگوید با نظرداشت سرعت پیشرفتی هوش مصنوعی ممکن است که بعضی کسب‌ها نیز از بین روند. اگر کار شما را ماشین عوض کرده تواند، پس امروز یا پس فردا شما را اختصار می‌کنند. مثلا کسب ترجمانی شاید از بین رود، یا کسب خزینه‌دار، محاسب یا شاید معلمی. هوش مصنوعی فقط در طراحی استفاده نمی شود، در بانک‌ها به سوال مشتریان پاسخ می دهد، در کوچه‌ها قیافه انسان‌ها را شناسایی می کند. در کان طلای خمتار در قرقیزستان معلوم می سازد که کدام از رانندگان خسته شدند. هوش مصنوعی مثل سرعت پیشرفت آن در ساحه‌های گوناگون قرقیزستان راه می‌یابد و یک بخش روزمره زندگی جامعه می شود. تدریجاً شیوه زندگی را در آینده هم تغییر می دهد و مردم را وادار می سازد که به شیوه دیگر و نو کار و تحصیل کنند.
پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ قبل از سفرش به بریتانیای کبیر گفته است که ولادیمیر زلنسکی برای پایان جنگ در اوکراین باید به سازش برسد. با گفته ترامپ دیدار یک ماه پیش او با ولادیمیر پوتین در آلاسکا موفقیت‌های زیاد داشت، اما برای سازش باید دو طرف یعنی روسیه و اوکراین به سازش برسند. ترامپ گفته است که لازم می‌آید که او نیز در وقت واخوری رهبران روسیه و اوکراین حضور داشته باشد، چون پوتین و زلنسکی همدیگر را دیدن نمی‌خواهند و نمی‌توانند در یک اتاق باشند. رسیدن به سازش از تخمین من مشکل تر است، برای آنکه پوتین و زلنسکی نسبت همدیگر بدبینی زیاد دارند، ولی ما این حالت را باز می‌داریم، گفته است ترامپ. پیشتر مارکو روبیو وزیر کارهای خارجه آمریکا گفت که احتمال دونالد ترامپ با ولادیمیر زلنسکی هفته آینده در حاشیه نشست 80 مجمع عمومی سازمان ملل وامی خورد. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 17 سپتامبر را فرا می‌گیرد. 17 سپتامبر سال 1934 آسایشگاه خواجه آبیگرم به کار شروع کرد. این آسایشگاه طبابتی در منبع آب‌های معدن و ردان بنیاد شده برای معالجه بیماری‌های اعضای هاضمه مشورت می شود. آسایشگاه در حدود ناحیه ورزاب و قطارکوه‌های حصار در بلندی قریب 2000 متر در سطح بحر ساخته شده، حالا هم یکی از مکان‌های معروف طبابتی باقی می‌ماند. 17 سپتامبر سال 2013 در معرکه انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان نخستین بار در تاریخ انتخابات این کشور یک زن خواست نامزد انتخابات پرزیدنتی شود. از حقوقشناسان حال با نظر و حزب نهضت اسلامی دستگیری کرد، ولی با سبب ناکافی بودن امضاها نامزدیش به قید گرفته نشد. راه نیافتن نامزدی او به انتخابات مورد انتقاد جامعه جهانی گردید. 17 سپتامبر سال 1948 روز کارگردان معروف تئاتر تاجیک فرخ قاسیموف است. بنیادگذار تئاتر مستقل اهارون از کارگردان‌های نوآوری بود که قصه‌های یوسف گمگشته مولانا و اسفندیار فردوسی را با اسلوب نو و ملی تقدیم کرد. پسر هنرمندان معروف تئاتر و سینما محمد جان و مشرفه قاسیموف‌ها در 62 سالگی بعد بیماری طولانی درگذشت. کار اهارون را همسرش صباحت قاسیموفا ادامه داد. شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامانه کمی بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی با 60 پست شده است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه با 113 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 940 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 17 سپتامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلتی جدا برای برنامه نوید به انجام رسید. تشکر که برنامه‌های رادیوی آزادی را تماشا میکنید. خدا نگهدارتان.